تا پیش از جنگ جهانی اول کشور اسرائیل امروزی بخشی از امپراتوری بزرگ عثمانی بود که سوریه نامیده میشد. سال 1914 که ناقوس جنگ جهانی اول به صدا در اومد، دولت عثمانی تصمیم گرفت در کنار آلمان وارد جنگ شد و با نیروهای انگلستان و فرانسه درگیر شد. تو این نبرد نیروهای مشترک انگلیس و فرانسه در منطقه فلسطین و سوریه به نیروهای عثمانی غالب گشتن و این پیروزی موجب امضای قرارداد متارکه جنگ در 30 اکتبر 1918 توسط دولت عثمانی گردید که بر طبق قرارداد قسطنطنیه به اشغال متفقین در اومد. واضح بود که کشورهای فرانسه و انگلیس تصمیم به تجزیه امپراتوری عثمانی میگیرند. به همین خاطر طبق قرارداد سایکس پیکوت در کنار تقسیم دولت عثمانی، فرانسه و بریتانیا بخش بزرگی از خاورمیانه رو بین خودشون تقسیم کردند. به این شکل که فرانسه سوریه فعلی و لبنان رو برای خودش انتخاب کرد و بریتانیا فلسطین و عراق رو تحت اشغال گرفت. تا قبل این اتفاق، یعنی تا قبل از سال 1918، یهودیان در سراسر دنیا پراکنده بودن و سرزمین واحدی نداشتند. اما در اواخر قرن 19 تئودور هرتزل، روزنامه‌نگار یهودی، تو مقاله‌ای به نام دولت یهودی بیان کرد که یهود فقط نباید دین ما باشه، بلکه ما یهودی‌ها باید برای خودمون یک سرزمین واحد داشته باشیم. و چون در گذشته دور اغلب یهودی‌ها تو سرزمین فلسطین که اون موقع همه ساکنینش مسلمان بودن زندگی می‌کردن، گفت بهترین جا واسه ما همون سرزمین مقدس صهیون یا فلسطینه. از اینجا دو سازمان جهت مطالعه و بررسی فلسطین در بریتانیا تشکیل شد. یکی از این دو سازمان انجمن کتاب مقدس بود که هدفش انتشار متون مقدس یهود در داخل و خارج انگلستان بود و سازمان دیگه یعنی کانون فلسطین با هدف گسترش آگاهی نسبت به وضعیت جغرافیایی، تاریخ طبیعی و آثار باستانی فلسطین با بهره‌گیری از نوشته‌ها و مطالب کتاب مقدس تأسیس شد. شعار کانون فلسطین این بود: هیچ کشور و سرزمین دیگه‌ای به اندازه فلسطین برای ما دارای اهمیت نیست. سرانجام در سال 1879 کنگره بال به ریاست تئودور هرتزل در سوئیس شکل گرفت. تو این کنگره هدف یهودیان مبنی بر ایجاد یک کشور یهودی در فلسطین به طور رسمی علنی شد و در اعلامیه 4 ماده‌ای خود بر تسریع مستعمره کردن فلسطین توسط یهودیان تأکید کردند. مفاد اعلامیه از این قرار بود: 1. گردآوری یهودیان جهان در فلسطین. 2. جلب نظر حکومت وقت عثمانی. 3. کسب رضایت دولت عثمانی برای مستعمره سازی سرزمین فلسطین. و 4. تشکیل یک نهاد شبه دولتی به نام سازمان جهانی صهیونیسم. چون تا قبل از این عموم کشورهای جهان حکومت متحد یهودیان رو به رسمیت نمیشناختند. سازمانهای مذکور دارای انجمنهای محلی، کنگره شورای عمومی و هیئت اجرایی بودند. اما اینا همه حرف بود و یهودی‌ها باید برای تحقق هدفشون وارد میدان عمل می‌شدند. پس تئودور شروع به ایجاد روابط دوستانه با ابرقدرت‌های جهان کرد و باقی یهودیام شروع به ایجاد کسب و کارهای بزرگ در سراسر جهان کردند. چون میدونستن بدون داشتن پول زیاد نمیتونن به رویاشون برسن. طی 20 سال تئودور نظر ابرقدرت‌ها رو به خودش جلب کرد و متحدانش هم موفق به تأمین منابع مالی شدند. تا اینکه جنگ جهانی اول شروع شد و وقتی انگلیس به سمت امپراتوری عثمانی لشکرکشی کرد، سازمان صهیونیسم بهش پیوست و کمک کرد تا پیروز جنگ شه. البته باید این رو هم بدونین که تو این نبرد اعراب هم کمک خیلی زیادی به انگلیس کردن. چرا که اون دوران یعنی اوایل قرن 20 کشورهای عربی همگی بخشی از امپراتوری عثمانی بودن. ولی اعراب از این قضیه ناراضی بودن و میخواستن کشور مستقل خودشونو داشته باشن. پس اونا هم تو جنگ با عثمانی به انگلیس و فرانسه پیوستن. به این شکل که انگلیس و فرانسه با کمک یهودیان جهان که دیگه دولت صهیونیسم نامیده می شدن از بیرون به عثمانیان حمله ور شدن و اعراب هم در داخل شروع به ایجاد تنش‌های داخلی کردند.
و در نهایت در اکتبر 1918 که بریتانیا پیروز جنگ شد و فلسطین رو به تصاحب گرفت، طبق قولی که به تئودور هرتزل داده بود فلسطین رو به 2 بخش تقسیم کرد تا هم جمعیت مسلمان‌ها رو ساده‌تر کنترل کنه و هم سرزمینی که طبق عهدنامه بالفور در سال 1917 یعنی 1 سال قبل از اشغال فلسطین به یهودیان قول داده بود و بهشون بده تا بتونن حکومت مستقل خودشون رو برپا کنن. در نتیجه مهاجرت عمده یهودیان به فلسطین و خرید سرزمین‌های فلسطینیان شروع شد. اما از همون روزهای اول مردم فلسطین از این اتفاق ناراضی بودن و شروع به تظاهرات گسترده کردند. با شروع جنگ جهانی دوم انگلیس با آموزش و مسلح کردن یهودیان ازشون برای مقابله با هیتلر استفاده کرد. اما این بزرگترین اشتباه دولت تازه تأسیس صهیونیسم بود، چرا که هیتلر طی حملات گسترده‌ای که بر علیهشون انجام داد باعث ضعف شدید یهودیان شد. منتها 2 سال بعد از جنگ جهانی دوم و شکست هیتلر، درست زمانی که آمریکا به ابرقدرت جهان تبدیل شده بود، در 30 نوامبر 1947 سازمان ملل بر طبق قطعنامه 181 با 33 رأی موافق رسما سرزمین فلسطین رو به 2 بخش تقسیم کرد که 56% زمین‌ها سهم جمعیت 30% یهودیان شد. و بعد از این پرچم اسرائیل در محوطه بیرونی سازمان ملل به عنوان کشوری مستقل برافراشته شد. تا اینجا با نحوه پیدایش کشور اسرائیل و دولت صهیونیسم آشنا شدیم. اما مطمئنم الان یه سوال مهم تو ذهنتون شکل گرفته که چرا بعد از حدود 100 سال هنوزم این 2 کشور یعنی اسرائیل و فلسطین درگیر جنگن، در حالی سازمان ملل 56% از خاک فلسطین رو به یهودیان داد که تا اون موقع یهودی‌ها فقط 14% از زمین‌های فلسطین رو خریده بودن، زمین‌هایی که عمدتاً مربوط به شمال و غرب فلسطین میشد. اما سازمان ملل تمام جنوب فلسطین رو به دولت صهیونیسم داد و از اینجا بود که دولت‌های عربی به اتفاق این موضوع رو ناعادلانه خوندن و محکومش کردند. و درست 1 روز بعد از جلسه سازمان ملل تنش بین فلسطینیان و یهودیان شروع شد، تنشی که متاسفانه تا امروز همچنان ادامه داره. رسیدیم به پایان ویدیو، اما یه سوال اساسی میخوام ازتون بپرسم. به نظرتون این بین واقعا حق با کیه و تا کی قرار این تنش ها ادامه داشته باشن؟ حتما نظرتون رو تو قسمت کامنت بهمون اطلاع بدین و لطفاً با لایک کردن ویدیو ازمون حمایت کنید. خدا نگهدار.